اونهایی که خود را بزرگ جلوه میدن، خود را بزرگ میگیرن، یک دفعه درون خود را نگاه بکنن چه بزرگی داری. آیا بزرگی با حسادت قابل جمع هست؟ ما باید درونمان را مورد تمرکز قرار بدیم. آیا در درون دل ما حسادت هست یا نیست؟ در مجالسی که حتی به نام اسلام گرفته می شود، به نام دفاعی از اسلام، به نام دفاعی از دین، به نام دفاعی از قرآن، ولی مدافعین اسلام مورد انتقاد قرار می گیرند. ما از این که بیاییم فکرمان را به طرف برنامه‌های دشمن متمرکز بسازیم، آمدیم به خاطر حسادت درونی خودمان، انسانهایی که دفاع از دین میکنن اونها را ملامت میکنیم، سرزنش میکنیم، انتقاد میکنیم. بعد خود را بزرگ جلوه بینیم که ما بزرگیم. بزرگ کسی است که دلش سالمه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این بزرگه که در روز قیامت با دل سالم به حضور پروردگار عالم میاد. با دل پرچرک نه، با دل پرکینه نه، با دلی که مملو از حسادته و چشمش باز نمیشه که نعمتهای خدا را بر برادر مسلمانش ببینه. این دل نه، این دل بزرگ نیست، خیلی کوچکه. انسانهای بزرگ، اونهایی که بزرگ واقعی هستند، خیرخواهند برای کل انسانها. اما اونهایی که دل کوچک دارن، حتی من مسلمانها را میگویم، حتی بدخواه کسانی که از دین و اسلام دفاع میکنن. و این مرض مهلک حسادت زمینه و بستر سازی میکند برای این.